هموطنان و همزبانان عزیز، در این لحظه توجه شما را به برنامه ویژه محصولات غذایی شمشاد جلب می‌کنم. کارخانه مواد غذایی شمشاد در سال 1980 تأسیس و اولین کارخانه تولید مواد غذایی ایرانی در آمریکا با پروانه و استاندارد ادارات مواد غذایی و کشاورزی آمریکا می باشد. حال با یکدیگر نگاهی می‌اندازیم به اقلام موجود در کارخانه مواد غذایی شمشاد. محصولات شمشاد با ترشیجات شمشاد شروع می شود. ترشیجاتی که همه ایرانی ها دوست دارند چاشنی غذاهای ایرانی و در سر سفره و میزهای غذای ایرانیان باشه. ترشی هفت بیجار شمشاد هستش که اولین مواد غذایی هست از شمشاد که خدمت شما معرفی می کنم. و بعد از این میرسه به ترشی لیته شمشاد. ترشی لیته شمشاد بسیاری از عزیزان دوست دارن که با غذاهای ایرانی مثل کباب و یا آبگوش حتما با نان سنگک میل کنن. و بعد از اون ترشی سیر شمشاد هستش که خود سیر به تنهایی میدونین که چه خواص فراوانی داره و ترشی سیر که بسیار لذیذ هست و با هر غذایی که دوست داشته باشید میتونین ازش استفاده کنین. حتما این رو تهیه کنین و از طعم دلپذیر اون استفاده کنین. و همچنین ترشی شلغم شمشاد، محصولی بی‌نظیر و جدید که کارخانجات شمشاد اون رو تهیه و برای علاقمندان و ایرانیان عزیز در نظر گرفته. ترشی شلغم شمشاد که مشاهده کردین با رنگ بسیار قشنگ برای تزیین سفره‌های ایرانی. و همچنین بعد از اون میرسیم به رب انار شمشاد. رب انار شمشاد یکی از بهترین محصولاتی هستش که شمشاد تهیه کرده و همچنین مطمئن باشید که این محصولاتی طبیعی هستش که کارخانجات شمشاد اونها رو برای شما تهیه کردن. و میرسیم سراغ مرباجات شمشاد. اول از همه مربای آلبالو که همه شما عزیزان میدونم که بهش علاقه دارین و حتما سر سفره صبحانه‌تون از اون استفاده میکنین. مربای آلبالو شمشاد با طعمی بی‌نظیر و از محصولات طبیعی تهیه شده. محصول بعدی شمشاد از دستجات مرباجات مربای به هستش که ملاحظه میفرمایید. مربای به شمشاد که باز هم محصولی طبیعی از شمشاد هستش. مربای بعدی شمشاد که اینجا در دست ما هست مربای انجیر هست. مربای انجیر که طعمی خاص داره و اگر تا حالا امتحان نکردین چیزی به نام مربای انجیر، توصیه میکنم که مربای انجیر شمشاد رو حتما تهیه و میل بفرمایید. مربای بعدی از سری مرباجات شمشاد مربای زرشک هستش. مربای زرشک چیزی هستش که همیشه نیست و در دسترس نیست، ولی شمشاد اون رو تهیه کرده و برای علاقمندانی که مربای زرشک رو دوست دارن و یا طعمش رو در قبلا چشیدن و دنبالش میگردن میتونن از کارخانجات شمشاد مربای زرشک رو تهیه کنن. و همچنین مربای هویج. مربای هویج هم یکی دیگر از مرباهایی هستش که کارخانجات شمشاد با مواد طبیعی تهیه کرده و در اختیار هموطنان عزیز قرار داده. لازم به ذکره که تمام این مرباجات و ترشیجاتی که تا اکنون به شما معرفی کردم دارای مارک کوشر و همچنین مارک کیلا می باشد که عزیزانی که علاقمند هستند که محصولات کوشر تهیه کنند حتما از مواد غذایی شمشاد استفاده کنید. بعد از اون میرسیم به شیره توت. شیره توت رو عزیزانی که تا حالا امتحان نکردین و یا شاید تا حالا ندیده باشین حتما توصیه میکنم که تهیه کنین از کارخانجات شمشاد و ازش استفاده کنین. و همچنین بعد از شیره توت شیره انگور هستش که طعم بسیار شیرین و دلچسبی رو داره. شیره انگور شمشاد یکی دیگه از محصولات شمشاد هستش که فکر میکنم که استفاده اون خالی از لطف نباشه و حتما از طعمش لذت خواهید برد. باقی محصولات غذایی شمشاد به شربت‌های شمشاد میرسیم که برای روزهای گرم تابستان مخصوصا بسیار دلچسب هست که اگر مهمانی در خانه دارید میتونید از شربت‌های شمشاد که از محصولات و بهترین محصولات طبیعی تهیه شده و همچنین دارای استانداردهای آمریکاست و
باز هم تکرار میکنم که تمام محصولات شمشاد دارای مارک کوشر و کهیلا می باشد و محصول بعدی کارخانجات شمشاد از دسته شربت‌های شمشاد میرسیم به شربت بهلیمو. یکی از معروفترین و بهترین شربت‌هایی هستش که همه عزیزان فکر کنم دوست دارن و طعم دلپذیر اون رو قبلا هم چشیدن. شربت بهلیمو و بعد از شربت بهلیموی شمشاد نوبت میرسه به شربت آلبالو. شربت آلبالو هم یکی از شربت‌هایی هستش که علاقمندان بسیاری داره. شربت آلبالوی شمشاد هم همونجوری که گفتم تمامی این محصولات از بهترین موادهای طبیعی تهیه شده است. و از بقیه اقلام و سایر اقلامی که باقی مونده یکی از بهترین و معروفترین محصولات شمشاد سس خردل روسی شمشاد هست. سس خردل روسی شمشاد یکی از بهترین و پرطرفدارترین محصولات شمشاده که عزیزان علاقه بسیاری به اون دارن. میدونم که خیلی از ایرانی ها خردل و سس خردل رو بسیار سر سفره به کار میبرن، ولی سس خردل روسی شمشاد یک چیز بی‌نظیره که با همه خردل هایی که تا حالا استفاده کردین طعمی متفاوت داره. و همچنین بعد از خردل میرسه نوبت به سس فلفل قرمز، سس تندی که همه عزیزان و بیشتر ایرانیان دوست دارن که غذاهاشون رو با چاشنی‌های تند همراه کنن. هات پپر سس هستش که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید. محصولی دیگر از شمشاد هستش که با مارک کوشر و کهیلا در خدمت شما عزیزان قرار گرفته. و همچنین یکی دیگر از محصولات شمشاد که بسیار پرطرفدار هست و علاقمندان زیادی رو به خودش جلب کرده، آب انار شمشاد و آب زرشک شمشاد هستش که باب هر سلیقه‌ای میتونه باشه و برای هر مواردی کاربرد داره، سر سفره غذا و یا حتی هنگامی که از بیرون به منزل تشریف میارین و یا حتی در هنگامی که سر کار هستین و احتیاج دارین یک نوشیدنی خنک و خوشمزه و طعم دهنده بخورین، باید از محصولات غذایی شمشاد مخصوصا آب انار و آب زرشکش استفاده کنین. و آب قوره شمشاد. آب قوره شمشاد هم یکی از محصولاتی هستش که بسیار طرفدار پیدا کرده و قوره که خود شما میدونین که خیلی خواص داره، مخصوصا اگر از مواد طبیعی تهیه شده باشه، طبق استانداردهای آمریکا باشه و همچنین مارک کوشر و کهیلا هم داشته باشه. از خاصیت هایی که آب قوره داره اینه که ورم لثه رو برطرف میکنه و مهمترین چیزی که آب قوره انجام میده ضد چاقی و بلغم هستش و همچنین صفرابر. پس برای جلوگیری از چاقی و اگر محصولی رو میخوایم برای برطرف کننده بلغم، حتما از این محصول شمشاد به نام آب قوره شمشاد تهیه کرده و مصرف فرموده. در این لحظه میرسیم به محصولات دیگری از کارخانه مواد غذایی شمشاد. عرقجات شمشاد هستش که اینجا در اختیار ما هست و توصیه میکنم که حتما ازش استفاده بفرمایید. اولین عرقجاتی که اینجا در دسترس ما هست و برای شما نشون میدم عرق نعنا هستش. عرق نعنا خاصیت‌های بسیاری داره، از جمله اینکه ضد عفونی کننده است و مفید هست در درمان بیماری‌های قلبی برای عزیزانی که لازم دارن که ازش استفاده بکنن و همچنین همونجوری که خدمتتون گفتم ضد عفونی کننده هم هستش. عرق بعدی که از عرقجات شمشاد اینجا ما در دسترس داریم گلاب هستش. گلاب که بسیار معروف هست و چه عزیزانی که ایرانی هستن و چه عزیزانی که ایرانی نیستن ازش استفاده میکنن. مقوی قلب و اعصاب هست و همچنین مقوی معده و یکی از بهترین خاصیت‌های گلاب آرامش دهنده هست و آرامش بخش هست که اگر که خواب آروم و راحتی ندارین حتما میتونین مقداری از این رو یا حتی پارچه‌ای که آغشته به گلاب هست بالای سرتون قرار بدین و به یک آرامش در طول شب برسید. و همچنین حتی میگن که گلاب به خاطر خاصیت آرامش بخشی که داره در مواردی که عزاداری هست هم گلاب رو به روی عزاداران میپاشن که به وسیله اون بتونن آرامش پیدا کنن. و عرق بیدمشک.
از سری عرقجات دیگه شمشاد عرق بیدمشک هستش که اینجا ملاحظه می‌فرمایید. عرق بیدمشک تقویت کننده قلب و معده و آرامش بخش می باشد. حتما عرق بیدمشک رو تهیه کرده و از اون استفاده کنید، به خاطر اینکه همونجوری که خدمتتون گفتم این عرقجات از بهترین مواد و گل‌هایی هستش که در طبیعت موجود هست و بسیار طبیعی هست و میتونید ازش استفاده کنید. عرق بهار نارنج رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید که اون هم تقویت کننده قلب و آرامش بخش هستش. عرق بهار نارنج که میتونید تهیه کنید و ازش استفاده بکنید. و مهمترین قسمت عرقجات عرق خارشتر هستش که علاقمندان بسیاری داره. عرق خارشتر تصفیه کننده خون و کبد هست و شستشوی کلیه رو بهش کمک میکنه و همچنین کمک میکنه به دفع سنگ کلیه و مثانه و در این مورد طرفداران بسیاری داره برای کسانی که میخوان کمک بشه به دفع سنگ کلیه و مثانه شون. و همچنین عرق نسترن رو اینجا مشاهده میفرمایید. عرق نسترن شمشاد هستش که مسکن هست برای ورم کلیه و همچنین تقویت کننده قلب. ماست کیسه‌ای شمشاد، ماست کیسه‌ای شمشاد هم یکی دیگه از محصولاتی هست که حتما برای سفره شما و میز غذای شما احتیاج هستش که سر سفره باشه. محصولات شمشاد با مارک کوشر و کیلا و همچنین در بسته‌بندی‌های بسیار تمیز و هموژنیزه و پاستوریزه‌ای که تهیه شده در خدمت همگی شما علاقمندان هست که میتونید ازش استفاده کنید و لذتش رو ببرید. و همچنین در خاتمه دوغ‌های معروف ساده و نعنایی شمشاد هستش که اگر علاقمند هستین به دوغ ساده میتونید از دوغ ساده شمشاد در بسته‌بندی که ملاحظه می‌فرمایید بسیار بهداشتی تهیه فرمایید. و همچنین دوغ نعنایی شمشاد هستش که به رنگ سبز رنگ بسته‌بندی شده و همچنین بهداشتی هست با مارک کوشر و کیلا در خدمت علاقمندان. و فکر میکنم که با این نوشیدنی های شمشادی رو که ملاحظه فرمودین دیگر نیازی به نوشیدنی های مضر و سوداهای مضری که در اطرافتون هست نداشته باشین. و همچنین کارخانجات شمشاد بسته‌بندی های مخصوصی رو تهیه کرده برای رستوراندارانی که در سراسر آمریکا هستند و مایل هستند که از این بسته‌بندی ها استفاده کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های شمشاد و یا وبسایت shemshadfood.com مراجعه فرمایید و از این محصولات دیدن و اگر مایل هستین حتما اونها رو اوردر. برای تهیه محصولات غذایی شمشاد با شماره 818 241 2215 تماس بگیرید و یا از وبسایت shemshadfood.com دیدن فرمایید. در خاتمه شعار همیشگی محصولات غذایی شمشاد را به خاطر داشته باشید. با استفاده از محصولات غذایی شمشاد سلامتی و تندرستی را برای خود و خانواده خود به ارمغان بیاورید. شمشاد در خدمت جامعه ایرانی.